शुरू करना गो अल्लाह पाक नाम या तो उम्मीद करना हर जगह से मारा अच्छा मयार जा लगेंगे वाशो डाडो सलामत बात है मर्ची मात के एकरान फिल्म फारिस यामा कर पास चश्मा लौटें के गुमा और अमरा बेता ما در خدمت جعفر ابرون که هم فارس کارگردان هم بازیگر و هم نویسنده ما رو پرسیدن که این فیلم یا این داستان شما ذهن راست و بازیگر کی بیتگا و کجا شما گشتر فیلم ضبط کردید. سلام خدمت یکایی که این برنامه که شما چارگی از شما خدمت که خود موضوع فیلم فارس در از کرپاس بتا نام رنده عوض کتم و کرپاس یه موضوعی که یه بند خدای 2 سال پیش من کرده نام گرفت و من شیشی بابت شدم اینترنت تا سرچ کو در شدم ملکا دشتیاری جز کو و اکثر بازیگرایی که من کرده بیتگم من وقتی دوست دیدم و اکثرا مردم بیتن دشتیاری خود گارکندیه و فیلم هم گارکندی تو کپور بیتن. ببینید این فیلم به عنوان تجربه اول یکی از کارگردانان و هموطنان عزیزمون بلوچ‌های توانمند و مستعد بود. خب یک فضایی رو از مشکلات مردم و جوانان و خانواده ها نشون میداد و در نهایت امید رو در واقع القا میکرد به همه. من خودم حس خیلی خوبی داشتم و حالا تشویق های تماشاگران هم نشون میداد که همه لذت بردن. ای دکتر نظر شما درباره فیلم فارس؟ به نظر من کار خیلی ارزشمندی بود. من تلاش این بچه‌ها رو در سالهای گذشته هم دیدم. امروز یک کار جمعی و یک کار تیمی خیلی خوبی رو ازشون دیدم که افتخار کردم به تک تکشون و موضوعی هم که انتخاب کردن به دلیلی که موضوع اجتماعی هست، دغدغه و آسیب و مشکل بسیاری از مناطق روستایی و شهری ما هست
به اعتقاد من این جنس کارها میتونه در آگاه کردن مردم نسبت به مسائل آموزشی، نسبت به حرکت از درون خودشون و تلاش برای اینکه مسیر خودشون و زندگی خودشون رو تغییر بدن خیلی موثر هست. هنرنمایی عالی، چه هنرمندان بومی هست. واقعا یه فیلمی هم آهنگی، هم داستانی و هم نقش بازیگران خیلی قشنگه، خصوصا اما دوی اردالوک و جنرالوک و بچلوکی که در واقع فیلم تو که یک رقص بلوچی بسیار ناز و زیبایی که این جذابیت فیلم ها گشتر. نظرتون رو در مورد این فیلمی که دیدین بگین. من واقعا از دیدن این فیلم کیف کردم، از شوق و اشتیاق جوانامون و دوست دارم که حتما این کار ادامه داشته باشه، چون واقعا همشهریای ما، فرزندان ما، جوانای ما توانایی اینو دارن که هر کدومشون یه آقای فارس باشن. اکو واشا دیگه درو بازیگران چه نیم شیخ جیه واشا سعید واشا. فیلم فارس که در واقع حاصل کار و تلاش و زحمت هنرمندان جوان و فیلمسازان جوان چابهاری هست، یه تجربه جدیدی است در عرصه فیلمسازی. خیلی فیلم خوبی بود. امیدوارم که بازم از اینجور فیلم ها ساخته بشه. مردم بلوچستان واقعا دوست داشتنی و مهربونن. ما بلوچ نیستیم ولی 2 سال چابهار زندگی میکنیم و خیلی خوشحالم که اینجا زندگی میکنم. بله minnatwar ke goma aur amra bitte ge shumar pa Allah par har jagah se Allah ganje rahmatani bauttam.